بلایی بود که گفت سر ما آوردن، فقط ما تیر نزدن، با اسلحه گلنگدن کشیدن. گفت هرچی داری بذاری زمین. گفتم عمو ما کوله داریم، 3-4 تا دخترن 2 تا پسر، ما واقعا ما کاری با کسی نداریم. بدون شک یکی از لذت بخشترین قسمت‌های سفر دیدن همفکراته و شنیدن هیجان‌هایی که تو طول سفر تجربه کردن. How many days from Tehran? 15 days? Yes. We are going to the Shiraz with bus. Yeah. After that, going with bicycle from Shiraz to Bushehr. Our trip in Shiraz. Stay 2 days in Shiraz, and after that, we're going to Qazaron, Bushehr, and Delvar, and so on here. Very good. عشق به سفر در وجود همه هست. بعضی اون رو کشف میکنن و پرورش میدن، بعضی هم تسلیم محدودیت‌ها و شرایط جامعه میشن و این احساس رو در خودشون از بین میبرن. سفر کردن مثل کتاب خوندنه. تو سفر با آدمای جور و جور برخورد میکنی، دوست پیدا میکنی و سر راهت خیلی تصادفی با چیزای جدید آشنا میشی. وقتی سفر میکنیم متوجه میشیم تصوری که از بعضی چیزا داشتیم چقدر با واقعیت فاصله داشته. سفر کردن با قضاوت‌ها و تعصبات نادرست هیچ میونه‌ای نداره. تو سفر میفهمی نیازهای اولیه ما انسان‌ها مشترکه و میتونیم خیلی راحت بدون توجه به طبقه و نژاد با هم ارتباط برقرار کنیم و از کنار هم بودن لذت ببریم. خیلی ساده بخوام بگم، سفر کردن یکی از ساده ترین راه‌های کشف ارتباطات جادویی بین مخلوقات این دنیای زیباست. از مزیت‌های بزرگ سفر همسفره شدن با مسافرای بسیار جالب و الهام بخشه و سهیم شدن لحظات خوش و زیبا با اوناست.
صبح زود راهی لوکیشن اصلی فیلم محمد رسول الله در سمت دیگر سواحل بنود شدیم. یکی از هیجان انگیزترین روزهای سفر ایران رو میخوایم تجربه کنیم. امروز اولین دیدار ما با افرادی مثل خودمونه، افرادی ماجراجو که با کمپرون تو ایران سفر میکنن و مطمئنم هر کدوم داستانای جالب و شنیدنی دارن. تو این ساحل بجز افرادی که با کمپرون سفر می‌کردن، با افراد بسیار جالب و متفاوت دیگه‌ای هم برخورد کردیم که بعداً بیشتر باهاشون آشنا میشید. تو قسمت بعدی با هم به دیدن یکی از قشنگترین جاذبه‌های سواحل بنود و در ادامه با هم به تماشای ساخت تور ماهیگیری توسط ناخدا میریم.